أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، ما و شما بحث اول که حکم به وفا به تعهدات بود در سوره مائده، آیات اولش خواندیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که در اینجا میگه که شما به عقدها، به تعهداتتان وفا بکنین. و تعهد اولش اطاعت به امر الله بود که الله متعال امر کرده که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و دومی تعهد خوردن از حلال بود که خواندیم، و تعهد سوم نهی از شکار در خشکی در حالت احرام بود. و در تعهد چهارمی رسیدیم که این کلش مربوط آیت اول سوره مائده میشه. یعنی ما و شما مقدمتا خواندیم و در آیت اول ما و شما سه تعهدش خواندیم و تعهد چهارمیش باقی مانده بود. تعهد چهارمی در سوره مائده در می آیت شریف تسلیمی به حکم الله به هر قسمی که الله خواسته باشه. اینجا الله متعال در آخر امی آیت میگه که ان الله یحکم ما یرید، یعنی الله حکم میکنه. وقتی که شما اینجا دقیق شوین میبینیم که الله متعال وقتی که ذکر کرده احکام میگه که احلت لکم بهیمة الانعام، بر شما گوشت چارپایان مشخصی که مثل گوسفند و بز و شتر و گاو است، اینا را الله حلال کرده. وقتی که الله متعال درباره حلال از اینا میگه و باز میگه الا به استثناء ما یتلا علیکم، و حیواناتی که باز بر شما تلاوت میشه. این دو حکم شد. حکم سومی است که انسان نمیتونه در وقتی که در حج میره و در حالت عمره میباشه، حج یا عمره در حالت احرام میباشه، در این وقت انسان حق نداره که شکار بری بکنه. یکی بحری هست اگر در بحر سفر میکنه ماهی اوترا میگیره مشکل نداره، اما وقتی که سفر میکنه و از حیوانات خشکره نمیتونه که چی بکنم و انتم حرم در حالی که احرام داشته باشه ای شکار بکنه. پس وقتی که سه حکم بیان شد و الله متعال میگه سه حکم الله هست و شما به این وفا بکنین، در آخرش باز میگه که ان الله یحکم ما یرید، الله حکم میکنه، یعنی تعیین میکنه حلال، حرام، جایز، ناجایز، ما یرید همون شکلی که الله متعال میخواد. پس اینجا هست که وقتی که ما وفا میکنیم به چهارمی حکمی است که یک انسان مسلمان، یک انسان مؤمن باید تعهد داشته باشه به الله که من تسلیم تمام احکام الله هستم. هر قسمی که الله حکم کرده من حکمتش بفهمم یا نفهمم و مهم نیست. بسیاری وقتا انسان از یک چیزی که حلال است حکمتش به اساس ضعیف بودن علمش نمیفهمه. یک چیز حرام شده انسان حکمتش نمیفهمه. لکن وقتی که حکم الله شد انسان مسلمان باید بگه که السمع و طاعت لله و لرسوله. و این مسئله تسلیمی یکی از شروط لا اله الا الله است. یعنی لا اله الا الله گفتن انسان قبول نمیشه مگر به 7 شرط. ما شما این 7 شرط اگر جایش آمد ان شاء الله باز تشریح میکنم براتون. 7 شرط است. شرط چهارمی از این شرط چهارمی ده 7 شرط انقیاد و تسلیمی هست. الانقیاد المنافی للترک، تو تسلیم باشی به حکم الله که تا که میتونی هیچ حکم الله را ترک نکنی. این تسلیمی کامل میگن. و این شرط چی است؟ شرط کلمه لا اله الا الله هست. یکی از علما میگه الانقیاد التام للا اله الا الله و لمقتضاته ظاهرا و باطنا انقیادا منافیا للترک. یعنی انسان اتب لا اله الا الله تسلیمی داشته باشه که در ظاهر و باطن هم داخل قلبا فکرا ما شما تفسیر فکری اعتقادی میخوانیم. یعنی چی معنی؟ یعنی ما از نگاه فکری وقتی که لا اله الا الله را قبول کردیم، تو لا اله الا الله را قبول داشته باشیم که ظاهر و باطن ما را جور بکنیم. انقیادا منافیا للترک، تو انقیاده که تو تسلیمی که مو نفی بکنه از ما باز که چیز از احکام الله را ترک بکنیم.
دلیل از احادیث چی است؟ امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نامه به هرقل پادشاه روم فرستاد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه فرستاد به هرقل پادشاه روم، چی گفت؟ در اون نامه ببینید، نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی از منافقین میگن که امی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته نشده. شما سعی کنید امی نامه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به هرقل روان کرد نوشته شد؟ نوشته نشد. امروز اون نامه ها فعلا هست، پیش ما نیست، بله هست و در موزیم ها و در بسیاری جایا این نامه ها موجود است. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کاتب خود گفت که نوشته که امی قسم و بر شخص دیگه که رمی برد این باز به دست رسول تسلیم کرد که رو بر کی ببر؟ گفت به هرقل بر. هرقل کی است؟ هرقل عظیم الروم میگن. عظیم الروم یعنی امپراتور روم. در این خط رسول الله صلی الله علیه و سلم به امپراتوری روم نوشته کرده بود. چی نوشته کرده بود؟ نوشته کرده بود که بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله و رسوله. از محمد بنده الله و رسولش. ما و شما کل ما بنده الله هستیم. من عبدالله هستم، شما هم عبدالله هستین، کل ما. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از محمد که عبدالله یک صفتش از بنده الله هست، که او هرقل بفهمه که من بنده هستم، پیغمبر هستم، چون اونا پیغمبر خدا صفت ربوبیت و الوهیت داده بودن. عیسی مسیح میگفتن که الله هست یا این فرزند الله هست. عقیدهشون بسیار گد ود است. یک دفعه میگن الله هست، دیگه دفعه جای دیگه صفحه انجیل بخوانی میگه که پسر الله هست، دیگه جایی که ببینی باز میگه رسول الله هست، دیگه جایی ببینی که عیسی مسیح خودش عبادت میکرد برای الله. یعنی اما کتاب‌های صفحات از که میخوانی میفهمی تحریفات زیاد است، از این خاطر اختلافات بسیار زیاد است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ازید خط خود فرمان که من بنده الله هستم. من محمد، از محمد صلی الله علیه و سلم، عبد الله بنده الله و رسوله و رسولش بکی الی هرقل. هرقل هرقل نه، یگان تا هرقل میخوانه. خب مشکل نیست، خیر است. کسایی که میخوانن خب بعضی کسایی که مسلکی نیستن و کلمات عربی رو درست تلفظ کردن نمیتونن، یک انجینیر است، یک دکتر است، یک کامپیوتر کار است یا متخصص است، مشکل نیست. ولی اصل درستش اگر کس خواسته باشه هرقل است. پس به هرقل عظیم روم چی معنی؟ یعنی امپراتور روم. سلام علی من اتبع الهدى. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خط خود نوشته کردن، نگفته که السلام علیکم و رحمت الله. چرا وقتی ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کسی میگیم که او مؤمن است، اما این خو ایمان نداره، به نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم کافر است، مشرک است، به عقیده تثلیث باور داره، نصرانی هست. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سلام، سلامتی الله باش باد علی من اتبع الهدى، بر کسی که او مطابقت از هدایت میکنه. هر کسی که هدایت مطابقت میکنه بر بالای از سلامتی باشه. اما بعد فقط ایره کنوشتم باز میگه اما بعد از این سخنایی که بسم الله الرحمن الرحیم گفت و خود معرفی کرد، اول الله را معرفی کرد. ببین خط رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دقیق است. اول بسم الله الرحمن الرحیم الله را معرفی میکنه که ما کل کار خود شروع میکنیم به نام الله. الله الرحمن که بسیار رحمتش وسیع هست و مسلمان کافر و کل دیگه نعمت ها را میده. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. پس برش میگه که من بنده کسی هستم که الله نام داره. دو صفتش الرحمن است و الرحیم است. الرحمن فعلان یعنی بسیار نعمتهایش وسیع است برای کل مخلوقات میده. الرحیم این نعمتهایش و رحمتش خاص میشه در روز قیامت برای کی؟ برای مؤمنین متوجه باش. من محمد عبدالله، از محمد خدا معرفی میکنه، الله را معرفی کرد. دوم خدا معرفی میکنه که من بنده الله هستم و رسول الله هستم. شما ببینید این ظرفیت علمی و دانشی که الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده است. چه ظرفیت عالی داره که یک امپراتور با چند جمله بسیار مفاهیم قوی بر از این میرسونه. چرا او پادشاه هست، امپراتور است، خط بسیار دقیق میخوانه و میفهمه که خط از جانب کی هست و این چقدر ظرفیت داره.
و ظرفیت عالی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود. خیر از برق رفته، خب ما مجبور هستیم درس خود ادامه میدیم ان شاء الله. مشکل نیست. فکر کنید نگان دفعه در چراغ و الکین و شیطان چراغه که ترام درس میخوانم. اینال اینجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال اما قسم تعلیم داد، اما قسم علم داد، و علمک ما لم تکن تعلم، اما قسم با آدم علیه السلام الله متعال علم داده بود که آدم علیه السلام وقتی ظرفیت علمی از ملائکه دیدن، فهمیدن که آدم علیه السلام شایسته ازی هست که من حیث خلیفه در زمین الله خلافت اسلام تأسیس بکنه. به می قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم این ظرفیت داشت و برای ازی فهمان که نظامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخته یک نظام جهانی هست و پیامی که داره پیام جهانی هست. از این خاطر اول الله متعال برش معرفی کرد، باز خود برش معرفی کرد که من محمد هستم، بنده الله هستم و رسول الله هستم. برای کی؟ به هرقل امو عظیم یا امپراتور روم، و برش گفت که سلام علی من اتبع الهدی، یعنی خودت فعلا مؤمن نیستی، از این خاطر سلام بر کسی که او متابعت از هدایت میکنه. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، برش گفت که من تو را دعوت میکنم به دعوت اسلام. اسلم تسلم. اینجا ببینید اصل بحث ما شما در اینجا است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای گفت که اسلم یعنی تسلیم شو به شریعت الله، به حکم الله، به نظام الله، به خلافت الهی، به این تسلیم شو. اسلم تسلیم شو، تسلم سالم میمانی. اگر تو به این تسلیم شوی به حکم الله، با سو سالم میمانی و امی از یؤتیک الله اجرک مرتین، تو خودت هم سلامت میمانی و بر تو الله دو اجر میده. دو اجر برات میده. یکی اجر ازی که تو به پیغمبر قبلی میگی، مثلا به کتابای قبلی مان داشتی، و اجر دومی الله برات میده که آل تو مسلمان میشی. فان تولیت، اگر رو گشتاندی، فان علیک اسم الارسیین، باز بالای تو هست گناه ایریسی ها. ایریسی ها کی است؟ یعنی رؤسایی که زیر دست تو هستن، یعنی گناه های کل زیر. ببینید چقدر گپای قوی برازی. یک سه سطر است. در سه سطر رسول الله صلی الله علیه و دو نیم سطر، یعنی کلمات بسیار قوی برش میرسن. الله را برش معرفی میکنه، رسول الله را برش معرفی میکنه، حق را برش چی میکنه، مثلا منهج دینی خدا برش، توحیدی خدا معرفی میکنه، و باز برش میگه که اگر به نظام اسلام تسلیم شوی، در این صورت چند فایده میکنی؟ اول خودت سالم میمانی، اجر دو چند میشه، و اگر رو گشتاندی تمام پیروا و زیر دستای تو کس گناهش بالای تو میشه، به خاطر از که کل مردم که هستن چی هستن؟ کل الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین پادشاهش هست. وقتی پادشاهش کافر بود، بیدین بود، عوام الناس هم به عقب از او میرن. و پس اینجا چی آمد در حدیث؟ و علما سلف اسلام چی میگن؟ حذیفه رضی الله عنه میگه که اسلام 8 سهم دارد. نماز 1 سهم، زکات دیگه سهمش، جهاد دیگه سهمش، روزه دیگه سهمش، حج دیگه سهمش، امر بالمعروف دیگه سهمش، نهی از منکر دیگه سهمش، تسلیمی و احکام الله و شریعت الله 1 سهمش. ناامید شد کسی که سهمی نداشته باشه. میگه او از دربار الله ناامید میشه که این سهم کس یا این سهم نداشته باشه. پس تسلیم بودن به شریعت الله یکی از احکام مهم است. محمد ابن حنیفیه رحمه الله میگه ابوبکر رضی الله عنه وقتی که مسلمان شد، بهترین شان در اسلامش بود تا اینکه به الله پیوست. یعنی در اسلامش چی معنی؟ یعنی در تسلیمیش به حکم الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهترین صحابه بود. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ میگه فلا بد فی الاسلام من الاستسلام لله وحده. میگه در اسلام لابودی و حتمی است که انسان تسلیمی داشته باشه به الله ذات یگانه، و ترک استسلام لما سوا، تسلیمی به دیگه نداشته باشی، به قانون و احکام دیگه تسلیمی نداشته باشی. و هذا حقیقت قولنا لا اله الا الله. میگی حقیقت ای قول ما هست. وقتی میگیم لا اله الا الله،
و ایمانا که یکی از شرایط لا اله الا الله است که انسان مؤمن به احکام الله سبحانه و تعالی چی باشه؟ تسلیم باشه. از این خاطر کسایی که به خلاف حکم ما انزل الله حکم میکنن اینا کافر میشن. کسی که قبول نمیکنه احکام الله را، حکم الله را، این هم کافر میشه. و کسی که قانون ضد احکام الله میسازه این طاغوت میشه، این هم کافر میشه. از این خاطر اینقدر خطرناک است. امام ابن تیمیه رحمه الله میگه فمن استسلم لله، پس هر کسی که تسلیم شود به الله و لغیره و به الله تسلیم شود، یعنی شریعت الله را بپذیره و قوانین دیگران را هم بپذیره. ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ میگه فمن استسلم لله و لغیره، تسلیم شریعت الله میشه و تسلیم قوانین دیگه میشه، فهو مشرکون، میگه این انسان چی است؟ این مشرک است. والله لا یغفر ان یشرک به، و الله مغفرت نمیکنه که کس مشرک شده باشه. اینم مشرک در تشریع میگن. بسیاری کسا اینو نمیگن. چرا نمیگن؟ به خاطر از اینکه زیر دست طواغیت هستن و طاغوت ها برش اجازه نمیده که این توحید بیان بکنه. لکن علامه ابن تیمیه رحمه الله مجاهد بود که در مقابل لشکر تتار جهاد میکرد، در صف ازنا و صف مجاهدین قرار داشت. این او عالمی که در صف مجاهدین قرار داشته باشد در مقابل کفر بازو عقیده توحید بسیار خوبش بیان میکنه. اما او عالمی که بسیار شهادت نامه‌های زیاد داشته باشه لکن در زیر یوغ طاغوت زندگی میکنه، بازی هیچ وقت نمیتونه که توحید به شکل کاملش بگه. یعنی گفت میبرش بندیش میکنه، گفت میبرش میکشش. این علامه ابن تیمیه رحمه الله این قول بسیار مهم است، را باید بسیار انسان فهمه. میگه که فلا بد فی الاسلام من الاستسلام لله وحده، میگه در اسلام ضروری هست که به قوانین الهی تسلیم بر الله باشی، به حکم شریعت الله به یگانگیش تسلیم باشی و ترک الاستسلام لما سواه، به دیگه قوانین روس و امریکا و غرب و ملل متحد به یا باید تسلیم نباشی. چرا؟ میگه و هذا حقیقت قولنا لا اله الا الله. میگی گپ اگر نمیفهمی این حقیقت لا اله الا الله است. الله گفته که یکی از شروط لا اله الا الله همیست که به لا اله الا الله علم داشته باشی. وقتی که به لا اله علم داشتی، یکی از اساسات لا اله الا الله چی است؟ که استسلام و تسلیمی به شریعت الله و عدم تسلیمی به قوانین دیگر. خب یک سوال میکنم شیخ صاحب ابن تیمیه، من یک سوال دارم. نام استاد عبدالظاهر از دایی است، شاگرد هستم، طالب علم. اگر یک کسی مثلا ما زیاد کسایی را میشناسیم که شریعت الله را قبول داره، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، حج هم میره، میگه اینم قبول دارم، نماز میخوام، روزه میگیرم، حج میرم. لکن تا پالوی ازید از زیر قانون مثلا فرانسه، امریکا، ایتالیا، جرمنی، روس اینجا زندگی میکنه و قانون از اونها را هم مجبور است قبول بکنه دیگه. چون در اونجا که زندگی کردیم مجبور استی قوانینش را سر قبول بکنیم. اگه قانونش قبول نکنیم نه تو پاسپورت میده، نه تو ویزا میده، نه تو امکانات میده، نه تو اونجا میمونه. خب عالمی شخصی که هر دو قانون قبول داره در مملکت ما، شیخ الاسلام ابن تیمیه در این باره چی میگن شما؟ ابن تیمیه رحمه الله در جواب میگه فمن استسلم لله و لغیره، کسی که تسلیم قانون الله و قانون غیر الله شد، هر دو قانون پذیرفت، فهو مشرک. ابن تیمیه میگه مشرک است، مسلمان نیست. والله لا یغفر ان یشرک به، و الله میگه مغفرت نمیکنه کسی که به امرای از او دیگران را شریک کنه. این خود شریک کرد در تشریع الله، در قانون الله. کی شریک ساخت؟ غیر الله را شریک ساخت. و من لم یستسلم له فهو مستكبر عن عبادتی، کسی که تسلیم حکم الله نشد فهو مستكبر عن عبادتی، این تکبر کرده، مثل شیطان ابلیس است. این حال یک کسی است که شریعت الله را ایش قبول نداره، این کافر است. یک کسی هست شریعت الله را، قانون الله را ایش قبول نداره، این کافر است. مثل دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها و مثلا سکولارها، اینا میگه ما شریعت قبول نداریم، ما خودمون قانون میسازیم، پس این مطلقاً کافر است. یک کسی دیگه هم شریعت الله را قبول میکنه و هم شریعت قانون الله، هم شریعت الله را قبول داره، هم قوانین غیر الله را او را هم قبول داره. اردوش هم مکس کرده. 50% از این 50% یا 60% 70% شریعت، یک 30% از دیگر را میگه قبول کردیم. اینا میگه این مشرک است.
و پس موحد کی است؟ موحدی است که فقط شریعت الله را قبول بکنم و دیگه قوانین کافر شوه. نظر به چی؟ نظر به آیت قرآن فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طواغیت و قوانین طاغوتی کافر شو و یؤمن بالله، ایمان به الله پیدا میکنی. این نشانی براتان باشه که من براتان گفتم من دی چراغ الکین، باز نگوین در روز آخرت که نمیره کس بر ما نگه. من میگم یا الله برقای ما رفته بود، ما مجبور بودیم که در چراغکای این چیزاکا یا در گروپکای موبایل درس بدیم. پس اینم برشان گفتم چهره ما فقط اما تو چهره ما آمدن مثل که در تانزانیا باشم. اینه متوجه هستین؟ علامه ابن قیم جوزی رحمه الله چی میگه؟ و عمل استسلام سیکو علامه ابن قیم این دو نفر بسیار علمای بزرگ در عقیده هستند. از این خاطر این دو عالم بسیار دشمن زیاد دارن. اولش علامه ابن تیمیه بود که استادش است، او بسیار مشهور است چون کتابای بسیار قوی نوشته کرده. ضد مثلا امی تصوف یک کتاب نوشته کرده، کسایی که مثلا وحدت الوجود و وحدت الشهود و اینال این گپا دارن، به ضد از یک کتاب نوشته کرده. به ضد روافض یک کتاب نوشته کرده. به ضد فلاسفه‌ای که به نام فلسفه‌های اسلامی هستن دیگه که این کتابای ازی که هست این دیگه در مغزای از این خاطر از این سه فرقه بسیار دشمنای زیاد داره. خب وقتی که میخوانی در عقیده دیگه بسیار عقیده ماشاءالله سبحان الله فهم ازی میگه کتابای خود میگه در کجا نوشته کرده؟ بندی بود میگه در زندان، در دیوالای زندان کتابای خود نوشته میگه تا باز از روی ازی سبحان الله. الله متعال برش رحمت بکنه. این در این وقت یعنی تا روز قیامت که از کتابای از این مردم استفاده میکنن بر از این رحمت میگن. شاگرد از علامه ابن قیم جوزی است و علامه ابن قیم جوزی یعنی یک قرآن شناس بسیار قوی هست. سبحان الله آنقدر ما یک وقتی بسیار میپالیدم یک اصطلاح را که میگفتم قرآن درباره چی هست، کل قرآن همین موضوع کل قرآن چی هست. آمدیم که علامه ابن قیم جوزی را سخنش شنیدیم که گفته القرآن کله فی التوحید. امی استادای پانتون قانون دارن که اینا یگان چیزای بسیار قوی را زود در مغز انسان بسیار خوب میشینه. این حال وقتی کسی براتون موضوع از این سوره را میته، موضوع دیگه سوره را میته، موضوع دیگه سوره را تو موضوعاتش بر بیان میکنه، میفهمی که قرآن هم چقدر زیبا هست و بسیار زیبایی. وقتی علامه ابن قیم جوزی رحمه الله را گپش میدن که القرآن کله فی التوحید، کل قرآن درباره توحید است. باز من تعجب کردم کل قرآن درباره توحید است. چرا؟ به خاطر از اینکه قرآن یا اقسام توحید بیان میکنه، توحید ذات، صفات، افعال، عبادت، اطاعت، شریعت، یا مثلا حقوق توحید بیان میکنه، اطاعت از اوامر الله، اجتناب از نواهی الله، یا مثلا بیان میکنه چی رو بیان میکنه؟ لوازم توحید، الولا و برا، دوستی به خاطر الله با دوستای الله باشه، دشمنیت با دشمنای الله باشه. این سه چیز. 5 چیز دیگر رو بیان میکنه: معرفی اهل توحید، صفات اهل توحید و قصه های اهل توحید، بعد از اون نتیجه توحید در دنیا، نتیجه توحید در آخرت. باز 5 تا دیگه صفات معرفی دشمنای توحید، صفات دشمنای توحید و قصه های دشمنای توحید، نتایج توحید در دنیا، نتایج توحید در آخرت. این 5 10 شد، 3 دول شد، این چند شد؟ این 13. یک تای دیگه من 14 چی هست؟ 14 نواقص اسلام و نواقض اسلام. نواقص یعنی چیزهایی که در اسلام انسان نقصان میاره لکن کافر نمیسازیش. کفر اصغر، شرک اصغر، گناه کبیره، اینا را اصغر میگن. نفاق اصغر یا اصغر هستن که در اعمال تعلق میگیرن. بعضی چیزایی هستن که مثلا مربوط به چی میشن؟ مربوط به صغایر میشن، مربوط به چیز، یعنی مثلا قتل است، قتل در گناه هست. این قتل در احادیث کفر گفته شده لکن کفر اصغر گفته میشن. اینا یکی هستن. دیگه نواقض ایمان است، مثل کفر اکبر، مثل کفر حاکمایی که به ضد شریعت الله قانون میسازند. این باز کفر اکبر میگن. پس اینال علامه ابن قیم جوزی رحمه الله که یک عالم بسیار بزرگ و عالم بسیار قوی هست، ای چی میگه؟ و عمل استسلام للحکم فیجوز ان یرید به الحکم الدینی الشرعی. میگه منظور از استسلام به حکم چی است؟ میگه جایز است که اراده به حکم دینی شرعی شود و یکون معناه، باز میگه معنای چی میشه؟ عدم معارضته برأی او شهوت. وقتی که استسلام به حکم دینی شرعی بود، پس حق نداری که در مقابل از تو با یک نظرت
و با یک خواسته ها و شهواتت با امر مخالفت بکنی. و یجوز ان یرید به الاستسلام لحکم القدری، میگه و همچنان جایز است که تسلیمی به چی باشه؟ به حکم تقدیری الله باشه، یعنی مقدر کرده. و هو عدم تخلقیه بالتسخط والکراهیت اکراهت والاعتراض. باز او صورت نباید چیزی که در تقدیر است او را مثلا بد ببینی و یا کراهیت داشته باشی و یا سر از او مثلا پیشانی ترشی بکنی یا اعتراض بکنیم. این قول علامه ابن قیم جوزی رحمه الله است. تا احداث دیگه کس ان شاء الله تعالی ایره باز ما و شما ایره در درس بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.